خانم آقایون نباید خونه باشن زیاد. حضور مرد در منزل کیفیتی است. مرد بره توی چه می‌دونم پارک شطرنج بازی کنه یا از این ور بعد مسئله باشه خادم مسجد بره مسجد با خادم برگرده، بهتره از اینکه تو خونه باشه، چون دو تا شاه توی مملکت جا نمیشه. آقایون وقتی تو خونه باشن دعوا میشه. بالاترین دعوا روزا بعد از ظهر جمعه بوده، چون آقا زیاد خونه بوده. بیشترین طلاق 14 فروردین بوده، چون آقا 13 روز خونه بوده. قانونشه آقا. بازنشستا چرا بالاترین طلاقات فی دارن؟ چون دو تا شاه توی خونن. آقایی که زیاد خونه بمونه در دیوار گیر میده، سقف سفیده، در دستشویی بازه، برق بالکن روشنه، فرش قرمز. خب زندگی همین شکلیه دیگه. چون وقتی که مرد زیاد خونه باشه همه چی میخواد که راه ندید، نخور، در یخچال ببند، از چیزایی گیر میده که زندگی طبیعیه. بعد بعضی از آقایون هم هستن 3-4 تا موضوع جلوشونه، یک کنترل تلویزیون، کنترل کولر، بعد یه گوشیشون، بعد چند تا چیز میکنن، این سلاحاشونه مثلا اینجوری حرفا. بعد تو منطقه سغلجشی خونه هم میشینن، باب المندب همه جا رو کنترل میکنه. با ول کن دیگه، با همه چی هم دیدی کار دارم. مثلا همه اتاقا هم سر کنه، بیا بیرون، بس در دست بس دیگه. آقا خب بابا سیا نیاز داره، کارایی میکنن، بره بیرون با هم دوستای سالمش بره بیرون. به خدا بهتر از اینه که گیر بده. من نظرم اینه.